اعوذ بالله من الشیطان الرجیم الا بذکر الله تطمئن القلوب، که خداوند در این کلام آسمانی خود می‌فرماید آگاه باشید که به ذکر الله قلب‌های شما آرام می‌گیرد. الا بذکر الله تطمئن القلوب، یعنی که این آیه مبارکه دلیل آن است که ما می‌خواهیم که پایبند تقوا باشیم و تقوامون را زیاد کنیم. هر آینه کوشش کنیم که یکی از راه‌های زیاد شدن تقوای بنده همان است که انسان باید که همیشه به ذکر به یاد پروردگار زبانش آلوده باشد. و دیگر راه زیاد کردن تقوا هم پیروی از رسول اکرم صلی الله علیه و سلم در گفتار و رفتار است که ما و شما امروز دعوا داریم که امت رسول اکرم صلی الله علیه و سلم هستیم. هر آینه پیروی از پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم داشته باشیم که در حدیث آمده است که قال رسول الله صلی الله علیه و سلم انما بعثت لاتمم مکارم الاخلاق. جز این نیست گفت پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم که من فرستاده شدم برای پر کردن مکارم اخلاق. پس همین خود دستور عمل است که انسانی که دعوا دارد که من بنده خدا هستم و امت رسول اکرم صلی الله علیه و سلم هستم، حتما باید چیکار کند؟ پیروی از پیغمبر صلی الله علیه و سلم داشته باشد، چی در گفتار و چی در کردار باشد. و ما و شما امروز ها میبینیم که برخی از جوانانی هستند که مراقب زبانشون نمیشوند، مراقب رفتارشون نمیشوند، در برابر اونی که باز هم دعوا دارند که ما چی همون امت رسول اکرم صلی الله علیه و سلم هستیم.